قصه حضرت علی رضی الله عنه. روز به نزد علی رضی الله عنه یک مرد آمد و گفت: ای علی شیر الله، سؤال دارم. بر من بگو که چرا من در مال و زندگیم برکت ندارم؟ علی رضی الله عنه پرسیدند: بر من بگو که سحر بامداد را در وقتش میخوانی؟ مرد گفت: بله. علی رضی الله عنه باز پرسیدند: آیا پیش از خوردن خوراک بسم الله و بعد از آن شکرانه میگویی؟ مرد گفت: بله. پس گفت: در حق پدر و مادرت در نماز و عبادت‌هایت از الله طلب مغفرت میکنی؟ مرد گفت: نه، نکردم. پس حضرت علی رضی الله عنه گفت: همیشه در حق والدین دعاگو باش، چون کسی مثل آنها صاحب این حق نمی باشد. پس در حق والدین خود نیکوکار باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.